سلام. این مدل شیردوش دستی غیر استاندارد هست به دلیل اینکه حاله پستان رو در بر نمیگیره، فقط فشار و مکشش رو نوک سینه هست. ممکنه نوک سینه زخم بشه. در ضمن پمپی که انجام میده استاندارد نیست این پمپ و پستان مادر کاملا تخلیه نمیشه، شیرا جمع میشه دور حاله. بهتر از این استفاده نمیشه. در ضمن در واقع شیری که خارج میشه داخل این محفظه که ریخته میشه، محفظه قابل استریل نیست و شیر ممکنه آلوده بشه و به نوزاد برسه. بهتر این مدل شیردوش رو استفاده نکنید. شیردوش دستی استانداردی که من اینجا بهتون معرفی میکنم یک مدل پیستونی هستش. ببینید این کاملا حاله رو در بر میگیره، نوک سینه زخم نمیشه. شیری که داخل این محفظه قرار میگیره این محفظه قابل استریل هست در واقع و شیری که داخل محفظه قرار میگیره با خیال راحت میتونید به نوزادتون بدید. این شیردوشی بهتر هر 3 ساعت انجام میشه. اگر شیر تجمع میکنه در پستان یا نوزاد سینه رو اگر که به دلایل مختلفی نمیگیره، بهتر شیردوشی انجام بشه که شیر مادر خشک نشه و غدد شیری فعال بمونه. این مدل شیردوش دیگه اون شیردوش پمپی هست. این هم استاندارد هست. شیردوشی که هست حاله رو قشنگ در بر